سلام، من مرضیه خیر هستم، مربی بافتنی. این دفعه با یک کیف کوچیک و جمع و جور اومدم پیشتون. همونجوری که میبینین بافتش حالت گیس بافت داره. بند کیفم شبیه بافت بدنه کیف بافته شده. آموزشش رو بهتون میدم. دهانش دیگه از خود کیف بافتم. برای اونایی که کیفای جمع و جور دوست دارن که البته هر سلیقه‌ای متفاوته، بعضی کیفای بزرگتر رو دوست دارن. من طبق معمول یه سری خردریز و وسایل ضروری روزانم رو گذاشتم داخل این کیف که ببینین حالا چقدر جا میگیره و چقدر جا داره. که البته داخل فیلم بهتون گفتم اگه بخواین سایز کیف رو بزرگتر یا حتی کوچکتر کنین چجوری انجامش بدین، راه داره. این کیف خوشگلین از پشتش، اینم از جلوش، داخلشم ببینین. اگه دوست دارین ببافینش ادامه ویدیو رو از دست ندین. برای بافت این مدل کیف ما از کف کیف شروع به بافت میکنیم. اندازه که میخوایم کف کیفمون پهن باشه زنجیره میزنیم. این زنجیره که میزنیم بغل کیفمون به حساب میاد. از بغل کیف شروع میکنیم به بافت و کف کیف رو هر چقدر که میخوایم بلند میکنیم. چون که این کیف خیلی کوچولو و جمع و جوره من تعداد زنجیره ها رو کم میزنم و شما به سلیقه خودتون میتونین سایزش رو عوض کنین، بزرگترش کنین. فقط حواستون باشه که تعداد زنجیرهایی که میزنین فرد باشه که مدلی که میخوایم روش ببافیم با این تعداد جور در بیاد. من 9 تا الان زنجیره زدم، یه دونه اضافه تر میزنم که بلندی قد ردیف بعد من باشه. از زنجیره دوم شروع به بافت پای کوتاه میکنم تا انتهای ردیف پای کوتاه میزنم. به انتهای ردیف که رسیدیم یه دونه زنجیره میزنیم دوباره تا قد ردیف بعد بالا بیاد. دوباره این ردیف رو با پای کوتاه برمیگردیم. کف کیف به همین صورت با پای کوتاه زدن بالا میره به اندازه که میخوایم بلندی کف کیفتون باشه. این بافت رو ادامه بدین تا به اندازه مورد نظر خودتون برسیم. کف کیف به ابعادی که مد نظرتون بود رسید، دیگه باید بافت بدنه کیف رو انجام بدیم. فقط حواستون باشه که این تعداد ردیفایی که میبافین از این قسمت زوج باشن ولی از این طرف فرد باشن که این مدلی که میخوایم روش ببافیم جور در بیاد با این تعداد پایه های بیس کارمون. از همینجا که بافتمون تمام شده شروع میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم میایم بالا برای اینکه ارتفاع ردیف بعد به دست بیاد. این 3 تا زنجیره هم حکم اولین پای بلندتون رو داره. کنارش یه دونه پای بلند دیگه میبافین. یه دونه زنجیره میزنیم داخل همون نقطه‌ای که این دوتا به اصطلاح پای بلند رو بافته بودیم. شروع میکنیم به بافت 2 تا پای بلند نیمه. پای بلند نیمه یعنی این که فقط یه بار از حلقه رد میکنیم، حلقه دوم رو نگه میداریم روی قلاب. دوباره بافت پای بلند رو انجام میدیم، یه بار میبافیمش و حلقه بعدی روی قلاب میمونه. حالا این 3 تا حلقه ای که روی قلاب داریم رو با هم میبافیم.
یه دونه پایه رها میکنیم، پایه بعدی رو دوباره به همین شکل میبافیم. 2 تا پایه بلند نیمه میبافیم. بعد این 3 تا حلقه ای که روی قلاب داریم و با هم میبافیمشون. یه دونه زنجیره میزنیم، دوباره 2 تا پایه بلند نیمه میبافیم. ستاشون رو بعد با هم یکی میکنیم. یه دونه پایه رها میکنیم، پایه بعدی رو دوباره به همین شکل حالت بافت بدنه رو انجام میدیم. به همین صورت دور تا دور این کفی که بافتیم یکی در میون، یعنی یه پایه میبافیم یه پایه رها میکنیم. داخل هر پایه 2 تا پایه بلند نیمه میبافین. بعد 3 تا حلقه رو با هم یکی میکنین، یه دونه زنجیره میزنین، دوباره 2 تا پایه بلند نیمه میبافین. بعد 3 تا حلقه رو با هم یکی میکنین. بین این حالتهای وی شکل یا گیس بافمون زنجیره نمیزنیم، ولی اونجا که همه رو با هم داریم داخل یه پایه میبافیم و پایه ها رو داریم بافت میزنیم، بین پایه بلند ها یه دونه زنجیره میزنیم. به بعدی که رسیدین اینجا دیگه حد فاصلش رو زنجیره نمیزنیم. یه دونه پایه رها میکنم، تو پایه بعدی بافتم و انجام میدم. به انتهای ردیف که رسیدیم به 3مین زنجیره از اون 3 تا زنجیره‌ای که اول ردیف بافته بودیم بست میزنیم بافتمون رو. توی این ردیف باید ما بین این حالتهای گیس بافی که یا این وی شکلایی که بافتیم بافتمون رو انجام بدیم. الان بافت من اینجاست، باید انتقالش بدم به این فضای یه دونه زنجیره‌ای که اینجا بافته بودیم. پس داخل پایه بعدی یه دونه بست میزنم، میرسم به فضای خالی، اونجا یه دونه بست میزنم. اینجا که رسیدم 3 تا زنجیره میزنم، میام بالا به عنوان پایه بلند اول، کنارش یه دونه پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم، 2 تا پایه بلند نیمه، همون بافتی که ردیف قبل انجام دادیم تو این ردیف هم انجام میدیم. فقط ما بین این فضاهای زنجیره‌ای اینجا بافت انجام میدیم. الان اینجا بافت وی شکل من یا گیس باف من تمام شد. میام داخل این فضای یه دونه زنجیره 2 تا پای بلند نیمه میبافم، 3 تاشو با هم یکی میکنم، یه دونه زنجیره میبافم، دوباره 2 تا پای بلند نیمه میبافم، دوباره 3 تا پایه رو با هم یکی میکنم. ما بین این فضاها بافت رو انجام میدیم. ردیف های بعد هم همینطور شروع ردیف رو با بست میرسونیم به فضای تک زنجیره‌ای و بافت رو از همونجا ادامه میدیم. این بافت بدنه کیف تا اون اندازه‌ای که دوست دارین بلندی بدنه کیفتون باشه ادامه بدین. ارتفاع کیفتون به اندازه‌ای که دوست دارین وقتی که رسید
لبه بافت رو باید دیگه ساده بافی کنیم. به انتهای ردیف که رسیدیم با بست به پایه اول بافت رو متصل میکنیم. نخ رو جدا میکنیم. نخ رو از تو قلاب میاریم بیرون. به این صورت که الان بهتون نشون میدم بافت رو تموم کنین. اینطوری لبه بافتتون مرتب و منظم میشه. این یه حلقه گندمی روبرو رو لازم نیست در نظر بگیرین. از گندمی بعدی این نخ رو میارین بیرون. داخل این حلقه ای که نخ بود قلاب رو میبرین بالا، نخ رو میکشین پایین. به این صورت میبینین که لبه بافت مرتب و به صورت منظم شکل گرفته. این نخ اضافی رو هم لابلای بافت پنهانش کنیم. لبه کیف رو که بافتیم الان دیگه باید بند کیف رو ببافیم. من میخوام یه بند کیف بهتون آموزش بدم که شبیه بافت خود کیف باشه. بافتش هم خیلی راحته، فقط کافیه که ویدیو رو با دقت نگاه کنید. 4 تا زنجیره میزنیم. این زنجیره اولو که من زدم محکمش کردم که مثل گره بشه. بعد از اون 4 تا زنجیره میزنیم. از داخل زنجیره اول 2 بار مثل پای بلند که میبافیم نخ رو میکشیم بیرون. بعد همه رو با هم هرچی نخ سر قلابه رو با هم یکی میکنیم. یه بست میزنیم. این بافتی که انجام دادیم و یه تاب میدیم به سمت روبرو. دوباره از این فضایی که اینجا داریم 2 بار مثل پای بلند که میخوایم ببافیم نخ رو میکشیم بیرون. بعد همه رو با هم میبافیم. یه بستم میزنیم روش. دوباره این بافت رو میچرخونیم داخل همین فضا. 2 بار نخ رو مثل پای بلند که میبافیم میکشیم بیرون. همه رو با هم میبافیم. یه بست میزنیم. الان ما اینجا یه فضای خالی داریم. این حالت مثل حالت گیس باف کیفمونه. دوباره اینو یه تاب میدیم به سمت روبرومون. از داخل این فضایی که ایجاد شده 2 بار نخ رو بکشیم بیرون. همه رو با هم ببافین. یه زنجیره بزنین. دوباره اینو یه تاب بدین. از داخل این فضای خالی 2 بار نخ رو بکشین بیرون. ببافینش. حالا یه فضای خالی این بین داریم. بافت رو تاب بدین. از اینجا نخ رو مثل پای بلند که میبافیم 2 بار میکشیم بیرون. همه رو با هم میبافیم. یه بست میزنیم روش. دوباره یه تاب میدیم به همین صورت. همین بافت رو تا هر چقدر که میخواین بند کیفتون بلند بشه ادامه بدین. بند کیف به اندازه‌ای که مورد نظرتون بود رسید. دیگه باید تمامش کنیم. یه دونه زنجیر اضافه تر میزنیم. نخ رو جدا میکنیم. این حلقه رو از روی قلاب آزاد میکنیم. نخ رو میکشیم که زنجیره آخر به صورت یه دونه گره در بیاد. حالا باید وصلش کنیم به کیفمون. جایی که قرار میگیره بغل کیف هست. هر دو بغل کیف رو باید علامت بزنیم برای جای بند کیفمون.
کف کیف رو در نظر میگیریم، این گوشه هاشو، این ردیف هایی که روی گوشه هست رو پیدا میکنیم. این دو ردیف گوشه کف کیف من قرار داره. این دو ردیف که بغلای کیف باز محسوب میشه، این میشه مرکز کناره کیفم. اینجا رو علامت میزنم. این طرف هم همینطور. گوشه های کیف این دو ردیف قرار دارن. این دو ردیف هم که بغل کیف محسوب میشن، این میشه مرکز کناره کیفم. اینجا که علامت زدم باید بند کیف رو وصل کنم. میتونین از نخ اضافه خود بند کیف استفاده کنین برای وصل کردنش، یا اینکه یه نخ جدید وصل کنین به سوزن و باش کناره کیف و بند رو به هم وصل کنین. از داخل بند رو متصل میکنیم به کیفمون. به همین صورت که میبینید بند کیف وصل شد به خود کیف. طرف مقابلش هم وصل میکنیم به همون جایی که علامت زده بودیم. بند رو که وصل کردیم به کیف دیگه، الان باید این حالت زبانه دکمه رو ببافیم به خود کیف. این به خود کیف وصل میشه، پس باید از خود پایه های کیف استفاده کنیم برای بافت زبانه‌ای که میخوام بیاد روی کیفمون. از همینجا که بند کیف رو وصل کردیم، این ردیف ها رو میشماریم ببینیم کدومش مرکز کیفمون قرار میگیره. این بند کیف اینجا قرار داره. یه دونه از این طرف، یه ردیف از سمت چپ، یه ردیف از سمت راست حرکت میکنیم، دونه دونه میایم جلو. تقریبا این 3 تا ردیف میافتن مرکز بافتمون. من میتونم اندازه این 3 تا ردیف پایه هاشو الان بگیرم و زبانه کیف رو وصل کنم بهش. پس اینجا علامتش میزنم. اگرم احساس کردین که این مقدار براتون زیاده یا حالا اندازه بافت شما براتون زیاد بود، میتونین 1-2 تا زنجیره بشمارین، کوچکترش کنین. یعنی از این طرف یه دونه زنجیره، از این ور یه دونه زنجیره، بیاین جمع ترش کنین. از همین جایی که علامت زدم من بافتم و شروع میکنم. یه مقدار نخ اضافه تر میذاریم. این مقدار نخ بعدن آخر بافت لابلای بافت ردش میکنیم که پنهان بشه. از داخل گندمی زنجیره یه حلقه میاریم بیرون، یه زنجیره میزنیم. این نخی که آزاد هست رو میکشیم که بافتمون سفت بشه. این زنجیری که اول زدیم حالت گره داره. یه دونه زنجیره دیگه میزنیم که ارتفاع ردیف بعد بیاد بالا. داخل تمام این پایه کوتاه یه دونه پایه کوتاه میزنیم. میتونین این نخ اضافی رو هم لابلای بافت ببافینش که محکم شه. میتونینم
آخر بافتتون لابلای بافتای دیگه ردش کنین که هم پنهان شه هم محکم شه. میتونین حالا هر کدومو که راحت بودین انجام بدین. این مقدار پای کوتاهی که زدیم به صورت رفت و برگشت بافت میزنیم به اندازه‌ای که میخوایم زبانه کیفمون که برای دکمه هست بلند باشه. یه دونه زنجیر دیگه میزنیم، بافت رو برمیگردیم روی تمام این پای کوتاه ها یه دونه پای کوتاه میزنیم و برمیگردیم. به همین صورت هر ردیف که خواستیم ببافیم یه دونه زنجیر اولش میزنیم که ارتفاع ردیف بالا بیاد، بعد تا انتهای ردیف پای کوتاه میزنیم. همینطوری که بافتتون رو انجام میدین این زبانه ای که دارین میبافین رو سایز کنین به نزدیکی های سایزی که مد نظرتون هست و به انتهای بافت که دارین نزدیک میشین شروع کنین به کم کردن کناره های این زبانه که یه خورده حالت هلالی به خودش بگیره. الان من از اینجا دیگه میخوام کاهش انجام بدم. اینجا یه دونه زنجیره زدم داخل این پای اول رو دیگه نمیبافم، از پای بعدی بافت رو انجام میدم. اینجوری لبه این بافتم یه خورده به سمت داخل هلالی میشه. این بافت رو تا انتها انجام میدم. این پای آخر رو میبافم. یه زنجیره میزنم میام بالا. پای اول رو نمیبافم، از پای بعدی بافت پای کوتاه رو ادامه میدم. به انتهای بافت که رسیدم دوباره زنجیره میزنم میام بالا. پایه اول رو نمیبافم، از پایه بعدی بافت رو ادامه میدم. تا اون مقداری که میخواین که نوک این زبانه
گرد بشه و کوچیک بشه این بافت رو انجام بدید. من الان به اینجا رسیدم که حدود 5 تا پایه باقی مونده. همینقدر دیگه من کافیه برام که این زبانه کیف رو جمعش کردم. اینجا دیگه من یه دونه زنجیره میزنم و بافت رو تمام میکنم. نخو میکشم که حالت گره به خودش بگیره. زبانه دهانه کیف رو که بافتیم میتونیم دیگه دکمه رو بهش وصل کنیم. میتونین از این دکمه آهنربایی استفاده کنین، حالا یا سایز کوچکش یا سایز بزرگترش بسته به سلیقه خودتون داره دیگه. برای مشخص کردن جای دکمه باید این ردیف ها رو بشماریم، ردیف مرکز رو پیدا کنیم، اونجا دکمه رو وصل کنیم. خوبی این مدل بافت اینه که با توجه به همین ردیف ها میشه جای قرارگیری اجزای کیف رو مشخص کرد. یه دونه ردیف از چپ، یکی از راست میشماریم و میایم جلو، ردیف وسط رو علامت میزنیم. اگه بافت شما جوری بود که حالا یه ردیف تکی نیفتاد، باز با شمارش اینا میشه مشخص کرد که حالا شاید مابین دو ردیف قرار بگیره مرکز کیفتون. اینجا رو من علامت زدم. زبانه دهانه رو میخوابونم روی کیف، هر جا که جای مناسبی بود 1 سانت فاصله داشته باشه با انتهای زبانه، همونجا دکمه رو قرار میدم. با نخ و سوزن دیگه میتونم بدوزمش. برای مشخص کردن جفت این آهن رو با هم زبانه کیف رو قرار میدیم روی این آهن رو با و هر جا که روش قرار گرفت جفت آهن رو با رو بهش میدوزیم. من این دکمه ها رو میدوزم، آماده شده کیف رو میام بهتون نشون میدم. تکمیل شده کیف رو میبینین، دکمه و بند و همه چیش وصل شده، کامل شده. پشت و جلوش رو میبینین، داخلش هم بهتون نشون بدم که فضای داخلش رو هم ببینین. اگه هینه باف سوالی براتون پیش اومد حتما تو کامنت ها بپرسین، من جوابتون رو میدم. حتما اگه مدل خاصی هم در نظر دارین عکسشو برای من بفرستین، آموزششو براتون میذارم. سابسکرایب کنید که آموزش‌های بعدی رو از دست ندین. خوشحالم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که لذت برده باشین از این آموزش.